همچون برادرای کلانی اشرف سید علی و اشرف حسن و حسین و از جمله اشرف اسلام دین می باشم. ما در امین وطن در همین ملک چند سری سال شد زندگی داریم. این اشرف حسن و حسین همچون خواهین ملت بر ضد ملت چند سال است که پروپاگاندا میبرند. از اینو یگان کس باوری نکند که اینو آدمای خوب نیستند. اگر اینو وطن دوستار باشند، وطن بگن، اگر ملک بگن، اگر که هیچ وقت بر ضد دولت، بر ضد وطن نمیخیزند پروپاگاندا برند، مردم از روح بیرو کنند. اینا خدا میدونه که مسلمانان مسلمان نیستن، بر ضد دولت، بر ضد ملت، بر ضد وطن میخیزی. از اونها بچه ما را 5 سال 6 سال شد فهم کردن بودن برای اپیراتسا. نه اپیراتسا کرد. اینا 32 سال شد، 34 سال شد بیزن در هم دولت خارج. نه کو پدر، نه مادر، نه ملک، نه که دولت. این همینجا گشته شده اصلا احمق شده. اگر نگی جد نبی نورا میگیری میرای. نمیسی در پیش اچت عبود در همیشن در ملک خود، در وطن خود زندگی امر بسر پیش بری رنگی مردم. از اینو یگان کس باور نکند. اینو همش پروپاگاندیستن. اینو یگان خوبی اینو نمیبرویه. من باویدم از این وطندارای تاجیکستان که اینو را گوش نمیکنن. اینو برای که خواهین ملتن، بر ضد ملت، بر ضد دولت خستگیان. اینو یگان چی هم نمیشون. همین قصال زدن هیچ نشدن. ما باوری داریم انشاءالله که دلش هم اینو هیچ نمیشون.